سلام به مخاطبین عزیز کانال فارسی. به کانال فارسی دریچه‌ای از عجایب دنیا خوش اومدید. از گذشته‌های خیلی دور تا الان موجودات خیلی زیادی سطح این کره خاکی رو تجربه کردن و سعی کردن تا نسل خودشون رو حفظ بکنن، اما گاهن بلایای طبیعی و یا همین نسل‌ها همدیگر رو نابود کردن و چیزی از اونها باقی نمونده. توی برنامه‌های قبلی کانال فارسی در مورد تونل‌هایی صحبت کردیم که ما رو به سمت تمدن‌های زیرزمینی بردن و امروز می‌خوایم توی این برنامه از کانال فارسی در مورد این نسل از موجودات یا بهتر بگیم نژاد زیرزمینی انسان ها بیشتر ببینیم. پس تا پایان این برنامه ما رو همراهی بکنید. اگه تا حالا به سرزمین عجایب یوتیوب نپیوستید، سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. توی سال 1920 مارشال بی گاردنر یک کتاب 450 صفحه‌ای به اسم سفری به درون زمین نوشت تا یافته‌های خودش رو در مورد تو خالی بودن زمین بیان بکنه. او یافته‌های خودش رو از سفرهای قلب شمال و ستاره شناسی خودش جمع‌آوری کرد، اما جالب اونجا بود که 7 سال پیش حق ثبت ایالات متحده برای مدل کاری زمین تو خالی به او اعطا شد. این حق ثبت اظهار می‌کرد که 4 بیلیون سال پیش وقتی زمین هنوز توده گاز منبسط بود، به تدریج با خنک شدن شروع به انقباض کرد. وقتی با نیروی گریز از مرکز به تسالم رسید، نیروی جاذبه به اندازه‌ای توده رو کاهش داد تا زمانی که قطر اون توی ناحیه استوا 8000 مایل شد. حالا زمین بی شکل و خالی بود، چون نیروی گریز از مرکز توی نواحی قطبی خیلی ضعیف‌تر بود. جاذبه توانایی کاهش بیشتری رو توی اون مناطق داشت، اما فقط تا زمانی که توده در حال خنک شدن بود. در نتیجه زمین به خودی خود به شکل گوی کاملا سفت نشد، بلکه بیشتر به شکل هلال بزرگ با سوراخ‌های عریض 1400 مایلی توی قطب شمال و جنوب بود. صدها هزار سال بعد نژادی از موجودات غیرمادی توی ترک‌های توخالی عمیق در سطح زمین ساکن شدند. اونجا در درون زمین اونها یه سری تونل به اسم شبکه آگارتا تشکیل دادن. اجساد این آگارتیان‌ها حالا با نیروی مغناطیسی بلورین و یه منبع نور که از هسته سیاره منتشر میشه نگهداری میشه. سوراخ‌های منتهی به درون زمین با لایه خیلی ضخیم ابر مخفی میشه، چون هوای گرمی که از درون شکاف‌ها بلند میشه به طور مداوم با هوای سرد قطبی خارج ادغام میشه. خلبان‌ها از بالای قطب‌ها پرواز نمی‌کنن، چون دستگاه‌ها به وقت اوج گرفتن به درستی کار نمی‌کنن. اما چیزی که در واقع رخ میده اینه که قطب مغناطیسی درون زمین با انرژی موج مغناطیسی هواپیما رو به درون سوراخ قطبی خودش میکشه. این چیزیه که شفق شمالی رو در قطب شمال و شفق جنوبی رو در قطب جنوب به وجود میاره. کلمه آگارتا منشأ بودایی داره که به جهان زیرزمینی یا امپراتوری اطلاق میشه که تمام بودایی‌های واقعی خیلی به اون معتقدن. اونها همچنین معتقدن که جهان زیرزمینی دارای میلیون‌ها سکنه و شهرهای خیلی زیادیه. استیلای عالی پایتخت جهان زیرزمینی شمپالایه که محل اقامت حاکم عالیه. به او پادشاه جهان هم میگن. باور بر اینه که او به دالای لاما تبت که نماینده زمینی او هستش دستور میداد پیام‌های او رو از طریق تونل‌های مخفی خاصی که جهان زیرزمینی رو به تبت متصل میکنه منتقل بکنه. تونل‌های مرموز مشابه توی برزیل هم مشاهده شدن. به نظر میرسه برزیل در غرب و تبت در شرق دو قسمت در زمین بودن که تماس بین جهان زیرزمینی و جهان سطحی به علت وجود این تونل‌ها به آسانی مقدور می‌شده. نیکولاس روریک ادعا می‌کنه که لحاسا پایتخت تبت با تونل‌های شنباله‌ها پایتخت امپراتوری زیرزمینی آگارتا متصل بودند. ورود این تونل تحت نگهبانی لاماهایی که به دستور دالای لاما سوگند حفظ اون جهان را از افراد ساکن خارج از اون خورده بودند بود. یه تونل مشابه اتاق‌های مرموز رو توی شالوده هرم گیزه به جهان زیرزمینی متصل می‌کرد که با اون فرعون‌ها با خدایان یا ابرمرد جهان زیرزمینی تماس می‌گرفتن. مجسمه‌های غول پیکر مختلفی از خدایان و پادشاهان مصری مثل مجسمه‌های بودا پیدا شده توی مشرق زمین ابرمرد زیرزمینی رو نشون میده که واسه کمک به نژاد بشری به روی زمین میاد. اونها به طور کلی بدون جنسیت هستن. اونها فرستاده‌های سری آگارتا بهشت زیرزمینی هستن که هدف تمام بودایی ها نیل به اونه. به نظر میرسه که شبکه کلونی ها از آگارتا میان که بیقراری اونها در سطح زمین و مسافرت های مکرر اونها برای نیل به خونه گم شدهشون رو بیان میکنه.
این نوح پیغمبر رو به یاد میاره که یه آتلانتن بود و یه گروه سزاوار رو قبل از اومدن یه سیل که آتلانتیس رو غرق کرد نجات داد. باور بر اینه که او گروهش رو به فلات بلند برزیل آورد و اونها رو توی شهرهای زیرزمینی ساکن کرد که با تونل‌هایی به سطح زمین متصل بودند تا از مسمومیت حاصل از گرد و غبار رادیواکتیو در نتیجه جنگ اتمی آتلانتین در امان باشه. تمدن زیرزمینی آگارتا تمدن آتلانتین رو نشون میده که درس پوچ بودن جنگ رو یاد گرفت و برای همیشه در وضعیت صلح و آرامش موند و در طی هزاران سال پیشرفت‌های علمی شگفت‌آوری داشتند که نیروی عقب نشاننده هیچ جنگی مثل جنگ‌های موجود روی زمین مانع پیشرفت اونها نشد. تمدن اونها چند هزار ساله است، در حالی که تمدن ما خیلی جوان و فقط چند قرنه. دانشمندای زیرزمینی توانایی اداره نیروهای طبیعی رو که ما چیزی از اونها نمیدونیم، مثل بشقاب پرنده ها که با منبع جدید و ناشناخته انرژی دقیق تر از انرژی اتمی کار میکنن دارن. اوسندوفسکی ادعا میکنه که امپراتوری آگارتا متشکل از شبکه‌ای از شهرهای زیرزمینی که با تونل‌هایی به هم متصل هستند و از طریق اونها وسایل و دستگاه‌ها با سرعت شگفت‌آوری از زیر دریا یا خشکی میگذرند. این افراد تحت سلطه مطلوب دولتی با رهبری پادشاه جهان زندگی میکنه و اونها نوادگان غارهای گم شده لموریا و آتلانتیس و نژاد اصلی هایپربورینز، نژاد خدایان هستند. در طی دوره‌های تاریخی مختلف ابرمردان یا خدایان آگارتی برای تعلیم نژاد بشر و نجات اونها از جنگ‌ها و یا بلاها و ویرانی‌ها به سطح زمین میومدن. اومدن بشقاب پرنده‌ها بلافاصله بعد از اولین انفجار اتمی توی هیروشیما چنین بازرسی رو نشون میداد، اما این دفعه خدایان خودشون در میان افراد ظاهر نشدن، بلکه اونها ماموران مخفی میفرستادن. حماسه هندی رامایانا ما رو به عنوان یه مامور مخفی از آگارتا توصیف میکنه که با یه وسیله هوایی میان که احتمالاً یه بشقاب پرنده است. یه آیین چینی از معلمان الهی صحبت میکنه که سوار بر وسایل هوایی میومدن. به طور مشابه مؤسس سلسله اینکا مانکو کوپاک به همون روش اومد. یکی از بزرگترین معلمان آگارتایی، پیامبر بزرگ مایاها، آزتک‌ها، هندی‌ها و آمریکایی‌ها به طور کلی در شمال و جنوب آمریکا بودند. او در بین اونها بیگانه‌ای دید که از یه نژاد متفاوت میومد. کوئتزالکوتل به معنی مار بالدار، معلم حکمت و دانایی که پرواز میکنه بود. او به دلیل اینکه با وسیله هوایی شاید همون بشقاب پرنده اومد به این اسم خونده شد. احتمالاً او از جهان زیرزمینی اومده، چون بعد از مدتی با سرخپوستا زندگی کرد و به همون طریق ناپدید شد و باور بر اون بود که به جهان زیرزمینی برگشته. کوئتزالکواتل به صورت یه مرد با ظاهر خوب و موقر، سفید پوست و ریشدار با لباس سفید بلند توصیف شده. به خاطر خوبی و پرهیزکاریش به او هورناک هم میگفتن. او به سرخپوستا طریق پاکدامنی و فضیلت رو یاد داد و تلاش کرد تا اونها رو با دادن شریعت و اندرز برای بازداشتن از شهوت و تمرین پاکدامنی و عفت نجات بده. او درس صلح جویی رو به اونها یاد داد و خشونت و بی‌حرمتی رو شدیداً محکوم کرد. او یک رژیم سبزیجات رو با ذرت به عنوان غذای اصلی ایجاد کرده و روزه‌داری و بهداشت رو یاد داده. طبق نظر باستانشناس اهل جنوب آمریکا هارولد ویکینز، کوئتزالکواتل معلم روحی و معنوی ساکنان قدیمی برزیل بود. بدین ترتیب این برنامه از کانال فارسی هم به پایان خودش رسید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.